سلام، خیلی خوش اومدید به این ویدیو. من سپید سانحی هستم و شما دارید یک ویدیو دیگه از سری ویدیوهای در مورد چالش‌های غیر فنی متخصصین آیتی رو نگاه میکنید. ما توی این کانال میخوایم با هم به نسخه بهتری از خودمون در فیلد آیتی تبدیل بشیم و اینجا چالش‌های غیر فنی شما پاسخ داده میشه. یعنی اینجا ما در مورد مسائل فنی شبکه‌ای و امنیتی و سیسکو صحبت نمی‌کنیم. در مورد یه سری چالش‌هایی با شما صحبت می‌کنیم که اگه تو فیلد آیتی داری کار می‌کنی یا می‌خوای وارد این فیلد بشی قطعاً باهاشون روبرو خواهی شد و همه اونها رو با هم پاسخ میدیم با یه دید خیلی متفاوت. ممنونم که کانال رو سابسکرایب می‌کنید، ممنونم که لایک یادتون نمیره، ممنونم که کامنت می‌ذارید، فیدبک‌های مثبت، انتقادهاتون همه رو دوست دارم که بشنوم و ممنونم که این کانال رو به دوستای آیتیتون هم در واقع معرفی میکنید. خب موضوع این ویدیو ما منطقه امن شغلی هست برای بچه های آیتی. در واقع میخوام در مورد این صحبت بکنم که چجوری میتونیم به بهترین شکل ممکن تجربه کنیم خروج از منطقه امن شغلیمون رو وقتی که تو فیلد آیتی داریم کار میکنیم. قطعا این ویدیو برای هر کسی که تو فیلد آیتی کار نمیکنه مفید خواهد بود، ولی خب کانال من مختص بچه های آیتی هست. اگر تو فکر این هستی که فیلد کاریت رو عوض بکنی یا به فکر این هستی که از فریلنسری بشی کارمند یا از کارمند بشی فریلنسر یا هر تغییر دیگه ای تو مسیر شغلیت میخوای بدی و نگران هستی، این ویدیو میتونه نگرانی هات رو کاهش بده. من توی این ویدیو نمیخوام شعار بدم که خیلی خوبه از کارمندی بزنین بیرون، فریلنسری خداست، همه چیش اوکی و اینها. نه، میخوام واقعا در مورد واقعیت ها و پشت پرده هاش صحبت کنم که شاید هنوز حتی با نزدیکترین افراد زندگیم هم در این حد واضح صحبت نکردم. اول یه ذره کوتاه خودم معرفی میکنم. من یه ساختار بندی کردم مطالبم رو، دارم به اون نگاه میکنم. اگر که میبینین تبلت رو نگاه میکنم. من الان در واقع 7 سال به صورت استخدام رسمی و حدود 3-4 سال هم قبلش تجربه در واقع کار کردن در فیلدهای مختلف آیتی رو داشتم، چه تو شرکت خصوصی، چه به صورت کارآموز بدون حقوق، چه تدریس توی ورکشاپ ها، توی آموزشگاه ها، تدریس دوره های دانشگاهی به صورت خصوصی، ترجمه و زیرنویس متن و متن و مقالات زبان تخصصی علوم کامپیوتر و این 7 سال آخر در واقع به عنوان کارشناس فناوری اطلاعات و شبکه، حالا اون چیزی که حکمم بود دقیقاً، توی یه اداره دولتی کار میکردم. الان که دارم با شما صحبت میکنم 1 ماه هستش که من مرخصی بدون حقوق گرفتم از اداره که به در واقع زندگی فریلنسری گذر رسمیم انجام بدم که جلوتر در موردش مفصل صحبت میکنم. در انتهای این ویدیو اگر شما در آینده یا الان توی فکر این هستید که تغییر فیلد بدید یا دور و برتون کسی هست که میخواد تغییر فیلد بده و از این روتین فعلی شغلیش خارج بشه، این خیلی میتونه براتون مفید باشه، استرستون رو کمتر کنه و تجربه خودم رو در اختیارتون قرار میدم که بتونین به بهترین شکل ممکن این تجربه رو انجام بدین. حالا منطقه امن شغلی رو چجوری تعریف میکنیم؟ منطقه امن شغلی از نظر شغلی، حالا منطقه امن تنها رو که هیچی. حالا وقتی که شما سرچ بکنید میگه یه حالت روحیه از نظر روانشناسی، یه جایی هستی که با کمترین تغییرات و چالش ها درگیر هستی و خیلی تمایلی نداری که ازش خارج بشی. ولی منطقه امن شغلی من اینجوری تعریف میکنم، یه حالت در واقع یک سمت شغلی، یه جایگاه شغلی از شما که مجموعه از مهارت‌های الانتون، جایگاه شغلی یا محیط کاری فعلیتون هست که ازش راضی هستین، احساس امنیت میکنین و با کمترین چالش میتونید این در واقع مسیر رو ادامه بدید.
ولی احساس میکنید که توسعه مهارت و رشدی توی این مسیر به وجود نمیاد. اولا که لازم نیست همه از منطقه امن شغلیشون خارج بشن. این شعارها و متاسفانه یه سری رویا فروشی ها به اقتضای حالا پلتفرم اینستاگرام بعضیا تولید میکنن. اصلا اینجوری نیستش که بگی فریلنسری خداست کارمندی بده یا کارمندی خداست فریلنسری بده. اول خودت رو بشناس، اصلا ببین واقعا چی میخوای و فکر نکن خروج از هر کدوم از اینا برات راحت خواهد بود. در واقع ما حالا این تغییرم فقط اینجوری تعریف نمی کنیم که از کارمندی بری فریلنسری یا اینکه از فریلنسری برعکس بخوای بری کارمندی. در واقع این هستش که تو حتی اگر توی فیلد آیتی داری کار میکنی، همون کارمندی رو ادامه میدی، همون فریلنسری رو ادامه میدی، اگر در مقابل تکنولوژی های جدید، چون اگه تو فیلد آیتی داری کار میکنی یکی از مهمترین ویژگی هایی که داره این هستش که شما حتما باید سعی کنید بتونید خودتون رو به روز نگه دارید. یعنی این عادت رو باید بکنید. نمیتونی بگی که من مثلا الان سیستم تیکتینگ هست، نمیتونی بگی که من همچنان میخوام مکتوب ادامه بدم. گاهی شاید به اقتضای اون حالا محیط کاری که کار میکنیم مثلا شرایط فراهم نشه یا دست تو نباشه که سیستم تیکتینگ خوبی راه بندازی، ولی اینکه خودت مقاومت بکنی به خاطر اینکه نمیخوای از این منطقه امنه بیای بیرون، نمیخوای اون تغییر رو بپذیری، نمیخوای اون سختی رو بپذیری، این خودش هم یه جور مقاومت تو در خروج از منطقه امن شغلیه که مخالف مهارت و اصل بروز موندن تو آیتی هستش. خب از مهارت در واقع منطقه امن شغل رو ما اینجوری تعریف کردیم که حالا این منطقه امن شغلی قسمت یکه. یه ویدیو دوم هم داریم که با یک شخص خیلی بزرگواری که این تجربه رو دارن و تو این هیت خیلی با تجربه و موفق هستن قراره بعد این آپلود بکنم که خیلی خوب اشاره کردن که منطقه امن شغلی یه جورایی به لحاظ روانی هستش که تو احساس راحتی میکنی و متاسفانه یا خوشبختانه الان در واقع پول و این که از نظر مالی تامین بشی هم یه جورایی منطقه امن شغلی تو رو داره تعریف میکنه. حالا همونطور که میدونین، اگر منو میشناسین و پیج اینستاگرام و کانال یوتیوبم دنبال میکنید میدونید، اگر که نمیدونید من در مورد مهارت‌های نرم میگم، چالش‌هایی که شما به لحاظ غیر فنی توی حوزه آیتی درگیر هستید و به اصطلاح مهارت‌های نرم، هر مهارتی که مکمل مهارت‌های فنیتون هست صحبت میکنم و تمرکزم روی اون هست. الان میخوام بگم که وقتی شما میخوای از این منطقه امن شغلی خارج بشی، این مهارت نرمه چقدر اهمیت داره تو تسهیل کردن این مسیرت. دو حالت رو در نظر میگیریم. یکی این که تو از منطقه امن شغلیت به این معنی خارج میشی که میخوای محل کارت یا جایگاه شغلیت رو تغییر بدی، یا مثلا به اصطلاح از کارمندی بری به شغل آزادی، حتی اصلا تغییر فیلد بدی از آیتی به یه فیلد نان آیتی. حالت اول اینه که بعضی وقتا از پیشرفت در همون جایگاه شغلیمون مقاومت میکنیم که مثلا کارشناس شبکه هستین، مثلا نسخه جدیدی از مثلا ESXi اومده، یا مثلا باید با یه تجهیز غیر برند سیسکو مثلا مجبوری که کار بکنی و تو مقاومت بکنی که نه، من دیگه یک عمر مثلا با سیسکو کار کردم یا یک عمر با مایکروسافت کار کردم، دیگه نمیخوام برم سمت لینوکس، میخوام اینجا بمونم. قطعا این مانع پیشرفتت میشه توی فیلد آیتی. اگر که اوکی دوست داری همینجا بمونی و اون پیشرفت نکردن رو داری، اون معایبش رو به جون میخری که هیچی، تکلیفت روشنه. ولی نه، اگر وارد این فیلد شدی و واقعا میخوای به نسخه بهتر از خودت تبدیل بشی، نمیتونی در مقابل این خروج از منطقه امن مقاومت بکنی. تو باید به روز بودن رو یاد بگیری، تو باید دائما با تکنولوژی های جدید بری جلو، آموزش ببینی، فیلم ببینی، با افراد دیگه تو تیم یا هر کس دیگه ای که توی در واقع دور و برت اصلا تو پلتفرم لینکدین، اینستاگرام یا یوتیوب باشون آشنا شدی، بالاخره یه جوری باید خودتو به روز نگه داری و بری جلو. در واقع باید قبول بکنی که این به روز موندن و تغییر با تکنولوژی های جدید و تغییر رویکردها جزء ذات فیلد کار آیتی است و باید این کارو بپذیری، چون قطعاً باعث پیشرفتت میشه. تو این قسمت از این نظر خروج از منطقه امن شغلی قطعاً به نفعته، چون تو این رو از ذات کار
آیتی قبول کردی که باید تغییر پیدا بکنه و داری همگام با اون تغییر خودت رو به روز میکنی. مورد دوم وقتیه که حالت دوم میخوای کلا محیط کارت رو عوض بکنی و همین دیگه، مثلا مثل من که از اداره دولتی میخوای بزنی بیرون و وارد فریلنسری بشی. مانعی که خود من داشتم تو ذهنم بعد اینکه تصمیمم تو ذهنم قطعی شد این بود که در مورد مانع اون جزئیات بیشترش جلوتر صحبت میکنم، ولی کلا وقتی تو به عنوان کارشناس آیتی بخوای تغییر فیلد بدی، اصلا مثلا میگم اصلا از تیم شبکه بری تو تیم امنیت یا از مایکروسافت بری توی لینوکس، خب اصولا روال باید به این شکل باشه که شما کارتون رو به یک نفر دیگه واگذار بکنید و برید وارد اون یکی جایگاه بشید. این خودش یه دونه چالشه و شکر خدا من این رو خیلی خوب بردم جلو به 2 دلیل. یکی این که در واقع اون مسئول تیممون خیلی واقف بود به این امر و یک فرصت طولانی 2 ماهه رو اختصاص دادن که من خیلی اصولی کارها رو تحویل بدم. ولی یه طرف ماجرا من بودم. اینکه تو بخوای کارهاتو تحویل بدی، خب اینجوری نیستش که از ذهنت همه چی رو تحویل بدی. چقدر مگه همه چی تو ذهنت مونده؟ اگر تو مهارت‌های نرمی که توی این کانال قراره باش در موردشون با هم صحبت بکنیم، توی وبینارهای من، توی پیج اینستاگرام من، توی دوره‌های من، یکیش مهارت مستندسازیه. یعنی اگر شما اصولی کار کرده باشی و همه چی رو یادداشت کرده باشی، این قسمت از پروسه تحویل کارت با کمترین استرس میره جلو، چون تو فقط کافیه یک سری مستندات رو که اصولی تا الان جمع‌آوری کردی و یادداشت کردی رو به یک نفر تحویل بدی و توضیح بدی و تمام. قطعاً کسی که داره جای تو قرار میگیره اون دانش فنی لازم رو باید داشته باشه. الان میمونه اون چیزای کاستومایز شده که تو این محیط کاری تو هست که باید بهش تحویل بدی. و وقتی که مستندسازی داری و روالهای کاریت استاندارد هست و مهارت توضیح دادن، یاد دادن و تحویل دادنت، برقراری ارتباط مؤثرت با همتیمیت هم توی حد استاندارد و به بالا قرار داره، این مرحله رو خیلی راحت و با کمترین استرس میتونی ببری جلو. پس ببخشید من سرماخوردگیم تازه خوب شده. در واقع با این مهارت‌های تو، با این استاندارد کار کردن ها، اگر روزی به این قسمت برسی، با کمترین ضرر به اون مجموعه و تیم درخواستت پذیرفته میشه و تو هم با کمترین استرس و چالش کارهات رو تحویل میدی، چون ذاتاً این تغییر خروج از منطقه امن خودش استرس‌زا هست که ما سعی میکنیم با نکته هایی که توی این ویدیو با هم یاد میگیریم و نکته هایی که تو ویدیوهای دیگه‌ای که شما سرچ میکنید و یاد میگیرید، میخوایم این استرس رو کمتر کنیم. پس یکیش مهارت مستندسازی بود، رابطه خوب با هم تیمیت بود، برقراری ارتباط درست بود، اینکه بتونی خوب توضیح بدی، خوب مطالب رو ارائه بکنی، خیلی مهمه. و یه چیز دیگه ای که بر من خیلی خیلی لذت بخش بود، من با اینکه کاملا دلخواه این تغییر رو انجام دادم، حالا جلوتر جزئیاتش رو میگم، ولی بازم خب دل کندن از یه جایی که 7 سال حالا شب و روز نه ولی نصف روز اونجا بودی و خودتون میدونید تو فیلد آیتی واقعا شاید بعضی وقتا بوده که شبا دیر وقت هم اونجا بودی، دل کندن از اونجا واقعا سخته، به خصوص اگه همکارای خیلی خوبی داشته باشی. یه چیزی که خیلی بر من خوب بود این بودش که من روز آخر، با اینکه من حالا کامل از اداره خارج نشدم، بهتون جلوتر توضیح میدم، ولی روز آخر اینکه برام گل خریده بودن، شیرینی خریده بودن، یاد بود خریده بودن، فیلم و عکس گرفتیم و همه، بعد ما طبقه 3 بود محل کارم، بعد همه حتی از طبقه همکف، کسایی که خیلی به من لطف داشتن، یعنی کسایی که شاید همسن پدر و مادر من بودن، اومدن بالا که با هم خدافظی بکنیم، خیلی برام لذت بخش بود. یعنی این حسو داشتی که این 7 سال واقعا تونستی اون انرژی خوب رو به
در واقع کلاینت های خودت، به همکارای خودت بدی و این خودش یه مهارت نرم دیگه است که برقراری ارتباط درستت با کلاینته. قطعا یه روزایی شده که من مثلا سر اختلال شبکه یا هر چیز دیگه اعصابم خورد بوده، شاید حتی مثلا بعضی وقتا خیلی اونجوری که خودم دوست داشتم نتونستم باشون برخورد کنم، ولی اینکه در مجموع تونسته بودم اون حس رو به کلاینت ها بدم باعث شده بود من این تغییر زندگیم رو خیلی دلنشین تر ببرم جلو و واقعا خیلی خوشحالم از این تجربه و توصیه میکنم که شما هم با همه این مجموعه مهارت های نرم، چون از فردای خودت خبر نداریم، شاید این تغییر رو لازم باشه که انجام بدی و این باعث میشه که با کمترین چالش و استرس این تغییر رو بتونی انجام بدی. پس مستندسازی کردن، روال درستی برای کارها داشتن، این که بتونی قشنگ ارتباط برقرار کنی هم با هم تیمیات هم با کلاینت هات و این که بتونی مفاهیم رو به درستی توضیح بدی، از جمله مهارت‌های خیلی مهمیه که حتی تو اگه بخوای شغلتو ترک کنی هم راهو برات هموارتر میکنه. اما اینکه کی متوجه بشیم که نیاز هست به این تغییر؟ اولا که میگم یه چیز ذهنن و رواننه. ثانیاً من همیشه تو ویدیوهام تاکید میکنم کلاً نه فقط به عنوان آیتی، به عنوان یک انسان توی زندگیمون ما باید خودمون رو بشناسیم. ما اون نمیدونم حالا با بحث‌های روانشناسی و طرحواره چقدر آشنا هستیم، تا جایی که من آشنایی دارم، تخصص ندارم، تجربه خودمو میگم. سعی کنید که خودتون رو بشناسید، طرحواره هاتون رو بشناسید و سعی کنید بشناسید که متوجه بشید که دقیقاً چه مدل زندگی رو دوست دارید. خب اصلا اینجوری نباشه که من شنیدم 2 نفر مثلا توی اینستاگرام یا اصلا توی فک و فامیل از کارمندی رفتن فریلنسری موفق شدن و ترکوندن. اولا پشت اون ترکوندن کلی من یادم رفته تو این آب پر کنم، کلی چالش ها بوده که شاید خیلی ها در موردش صحبت نمی‌کنن که من میخوام صحبت کنم و تو واقعا پشت پرده اون تو نتیجه نهایی رو داری میبینی. خودتو با اونا مقایسه نکن، خودت ببین چی میخوای. من رسیدم به اون مرحله که واقعا اون محیطی که توش داشتم کار میکردم دیگه برام خوشایند نبود، احساس مفید بودن نداشتم اونجا. این خیلی بر من مهم بود. نمیخوام شعار بدم که پولش مهم نبود، حالا پولش حقوقش واقعا خیلی ایدئال و فوق‌العاده نبود، ولی خب بالاخره حتی یه آب باریکه‌ای هم بوده که میومد و خب من کمترین ریسک رو داشتم. ولی واقعا به این مرحله من رسیدم که از نظر روانن دیدیم میگن که وقتی صبح دوست نداری بری سر کار، من به اون مرحله رسیده بودم و از یه طرف پیج اینستاگراممو شروع کرده بودم، یه سری دوره ها تو مکتب خونه منتشر کردم، یه سری سمینار برگزار کردم و طعم اینو چشیدم، دیدم که نه، میتونم یه شانسی بدم به این مسیر از زندگیم. احساس مفید بودن رو داشتم، فیدبک مثبت، انرژی خوب میگرفتم از کسایی که تو سمینارام یا توی پیجم حضور داشتن و دوست داشتم که این مسیر رو برم. خب ایدئال، من دارم اعتراف میکنم، ایدئال اینه که من این بود که به نظر من اون فعلا شغل کارمندی رم نگر میداشتم و از این ور کار خودم رو همزمان میبردم جلو و واقعا اگه این رو به این مسیر خوبی میتونستم برسونم اینو بذارم کنار. ولی وقتی که رواناً به این نتیجه میرسی که اینجا راضی نیستی، خوشحال نیستی، نه خوشحال نبودن شعاری ها، شما دلخواه ترین شغلت هم یعنی شغل رو هم تجربه بکنی، قطعا یه جنبه هایی داره که دلخواهت نیست. مگه میشه؟ مثلا میگم شاید یکی که توی اینستاگرام داره فعالیت میکنه ولی واقعا از رکورد ویدیو خیلی لذت نبره یا از حرف زدن خیلی لذت نبره یا اینکه هی بیاد با آپدیت الگوریتم‌های اینستاگرام درگیر بشه، خب جز دلخواهش نباشه. ولی خب این کفه ترازو دیگه، خوبی ها و بدی هاشو با هم بسنجیم. وقتی که رواناً در مورد به این نتیجه میرسی که احساس میکنی واقعا دیگه نمیتونی این مسیر رو ادامه بدی، یعنی چیزی که دلخواهت در مورد خودت تو آینده داری تجربه میکنی اصلا یه تصویر دیگه است تو ذهنت و من متاسفانه به اونجا رسیدم که دیگه جسمم هم داشت پس میداد. یعنی مثلا خیلی زود مریض میشدم، بی‌حوصله بودم، عصبی شده بودم و الی آخر و همه اینا برام نشونه بود که دیگه باید این تصمیم رو بگیرم و این یه تصمیم نبود که من یه روزه 2 روزه بگیرم. شاید 1 سال اخیر عمیق بهش فکر کردم ولی خب مدت ها بود که این تصمیم رو گرفته بودم، چون من از اول تدریس رو دوست داشتم، اصلا از سنین خیلی کوچیک‌تر دوست داشتم به یکی یه چیزی یاد بگیرم و به یکی توضیح بدم. یعنی من مثلا موقع دانشگاه قشنگ یادمه دوستم اصفهانی بود که خیلی دوستش دارم، الانم متاسفانه از هم دوریم،
موقع امتحانا که میشد من میخوندم، بعد میرفتیم یه پارکی جایی با هم قشنگ با هوای خیلی خوب، من بهش توضیح میدادم و اینجوری درس میخوندیم. بعد دانشگاه هم دروس دانشگاهیم رو خصوصی تدریس میکردم و قشنگ یادمه درسی که شد خودم مثلا نمرم پایین بود یه جوری تدریس میکردم که بالاترین نمره کلاس رو گرفته بود اون در واقع اون دانش آموختم، اون کسی که داشتم بهش در واقع تدریس میکردم، شاگرد. حالا به خاطر اون من دیده بودم که تو این مسیر میتونم موفق بشم. بازم تضمین شده نیست، تو نمیتونی بدونی بعد این تغییر چی میشه. یعنی اگه یه چیزی هست تو ذهنت که وقتی بدون ترس بهش فکر میکنی میدونی که تو اون مسیر موفقی و تستش کردی، میدونی موفقی، به این تغییر منطقه امنه عمیق‌تر فکر کن. خیلی چالش ها داره تغییر تو زندگی. مثلا من 7 سال بود که من 8 صبح میرفتم 2 ظهر می اومدم، حالا خیلی وقتا بعد از ظهر و شب و اینا بماند به اقتضای فیلد آیتی. اصلا ریتم زندگیت یهو تغییر میکنه. تغییر هر چقدر شیرین باشه، حداقل شخصیت من اینجوریه که نسبت به تغییر مقاومم ناخودآگاه. شاید ظاهرا بگم نه، ولی تجربه‌امو که مرور میکنم میبینم نه، یعنی ریاکشن منفی ممکنه حتی روح و جسمم نشون میده و این تغییر واقعا تغییر خیلی بزرگیه. یه نکته‌ای که حتما باید بهش توجه بکنید، اولا هر مشاور یا کوچ که تو این زمینه میشناسید ازش کمک بگیرید. اگر امکانش رو ندارید توی یوتیوب سرچ کنید، توی لینکدین، توی اون محیط کاریتون سعی کنید مطرح بکنید، از تجربه دیگران استفاده کنید. خیلی اعتقاد دارن که وقتی میخوای تصمیم بد بگیری به همه بگو تصمیم تو، ولی نه، من اعتقاد دارم که از تجربه همه استفاده کن، حتی موفق، حتی ناموفق. حتی به قول مهمان ویدیو بعدیمون، دارک ترین آدم هم، ناامیدترین، منفی گرایانه ترین فرد هم نظرش رو بپرس که سعی کن همه جنبه ها رو بدونی. بدون که الان من به عنوان کسی که تجربه کردم، بدون که چالش های زیاد، خیلی زیادی خواهی داشت، خیلی زیادی خواهی داشت و فقط چالشات مالی نیست. بنک این چالش ها رو کم بکنیم. یکی اینه که خروج از اون جایگاه سهل تر بشه که گفتم با چه مهارت هایی و به چه ترتیبی میتونیم اونجا رو هموار کنیم. الان این هستش که دارم میرم اون مرحله بعد دیگه، اون منطقه‌ای که دلخواهم هست، فکر میکنم که دلخواهم هست. سعی کن فراهم بکنی شرایطت رو تا جایی که میتونی مسیرتو مشخص تر بکنی. اگر میتونی، اگر این امکان رو داری، سعی کن اینو به یه نتیجه خوب قابل تکیه کردنی برسونی و بعد این رو بزنی کنار. و مورد بعدی این هستش که از این منطقه امنه اگر امکانش هست به یک باره خارج نشو. یعنی من اول به استعفا فکر میکردم، ولی با خیلی آدم‌های، حالا میگم به هر کی هم مطرح بکنی یه سررشته‌ای داشته باشه، با خیلی از آدم‌هایی که قبولشون داشتم مشورت کردم، دیدم که مرخصی بدون حقوق فعلا منطقی ترین راهه، چون روانن تو ذهنت این هستی که همه پلای پشت سرم هم خراب نکردم، خدایی نکرده بدترین اتفاق هم بیفته، من راه برگشت دارم. پس سعی کن با کمترین ریسک اول این تغییر رو ایجاد به یک باره نیست که آفرین چقدر تو دختر قوی هستی، فوق العاده است این تغییر. نه، اینا اینجوری نیست. زندگی تو باید بدونی که میتونی رو بپذیری یا نه. پس با کمترین ریسک خارج بشید. و مورد بعدی این هستش که اگر تو جایگاهی الان هستید، توی شرکتی، توی اداره، توی مجموعه کار میکنید و الان دارین این ویدیو منو گوش میگه ایول آره کاش منم فردا بتونم این تصمیم رو بگیرم و اینها، اول بشینین بنویسین، حتما بنویسین. به خدا اینا شعار نیست، تجربه کردم. بشین بنویسین که از چیا توی اون محیط ناراضی هستین و صحبت بکنید با سرپرست تیمتون، با هم تیمیتون، با صاحب اون مجموعه، اصلا با هم اتاقیتون، در مورد اصلا حقوقتونه، محیط کارتونه، جنس کارتونه، فرهنگ حاکم بر اون تیمه. در مورد همه اینا اول صحبت کنید، با اصول درست صحبت کنید، مطرح کنید. خیلیاش ممکنه قابل حل باشه. یعنی من اون موقع که مرخصی بدون حقوق مطرح کردم، یعنی یه سری پیشنهادها شد که من اصلا نمیدونستم که میشد اونجور اتفاقا بیفته. شاید اگه من جلوتر، زودتر این چالش هام رو مطرح میکردم، شاید خیلیاش برطرف میشد و من مثلا به این نقطه نمیرسیدم. میگم اینو داره کسی میگه که از تصمیمش ناراضی نیست ها، ولی این چالش ها رو داشته. حتما مطرح بکنید، شاید تا حد امکان برطرف بشه.
یکی از حالا اگه بخوایم مزیت بگیم که خروج از منطقه امن، اگر مسیر درست باشه، خروج به سمت پیشرفت باشه، خب چون از منطقه امن خارج شدی، با چالش ها روبری، اگه اون چالش ها رو اوورکام کنی، بتونی دیل کنی باهاشون، قوی تر میشی، واقعا یه رشد بیشتری تو زندگیت ایجاد میشه. و از نظر فردی و از نظر حرفه ممکنه که در واقع از نظر اون حرفه‌ای که توش داری فعالیت میکنی معمولا منجر به رشد میشه، ولی میگم به شرطی که آگاهانه و با مشخص کردن بیشتر مسیرت این مسیر رو بری جلو. بعد بزنم همه چی رو گفتم. خب اصلا مسیر خودم بهتون گفتم، یه سری چالش‌های غیر فنی رو گفتم که ممکنه براتون پیش بیاد که چجوری بتونید اون رو برطرف بکنی. من علاقه‌مو از قبل چون میدونستم به چی هست و اینکه همه پل‌های پشت سرم رو هم نشکستم و این نتیجه مشورت کردن با افرادی بود که قبولشون داشتم دور برم، چه تو محیط کارم، چه تو محیط دوستی و چه با همسرم و خانوادم. پس حالا برای اینکه خیلی هم نرسی به این چنج کریر تو یا کلا مسیر شغلیت، اینه که اگر اول مسیر شغلی هستی حتما با شناخت جنس کاری وارد فیلد آیتی شو. یعنی چی؟ یعنی میخوای وارد فیلد آیتی بشی، اول کاری نمیدونی از چه جنسی است، برو تو اداره ها اصلا صحبت کن با کارشناسای آیتیش، یادداشت بکن، برو تو شرکت های خصوصی صحبت بکن، توی لینکدین پلتفرم خیلی خوبیه، مطرح کن، صحبت کن، توی اینستاگرام، توی یوتیوب افراد رو دنبال کن، باشون صحبت کن. قطعاً خیلی تجربت بهتر میشه نسبت به اینکه هیچ کدوم از این تحقیقات رو انجام ندی و وارد اون محیط بشی. و با مطالعه خیلی زیادی بکن. توصیه میکنم ویدیوهای مهندس مهدی شلاهی رم توی این در مورد اینکه جنس کاری چجوری هست رو دنبال کنین و ویدیوهای خود من قشنگ توش گفتم که استرس جزء لاینفک کار آیتی هست. ممکنه یه جای مهمی دعوت باشی، یه مهمونی خیلی مهم باشه، یه سرویسی یهو داون میشه، مجبوری بری. کار آیتی معمولا ساعت مشخصی نداره، متاسفانه یا خوشبختانه. کار آیتی به این شکل هستش که حتما باید همیشه به روز باشی، باید بتونی زبان انگلیسی بخونی. یه جایی هستی که معمولا جایگاه شغلیت به این شکل هستش که با اینکه خیلی مهمی همیشه همه ازت سرویس میخوان، ولی شاید اکثر اوقات هم ازتون راضی نیستن، بیشتر به خاطر شاید یه سری جنبه ها که خیلی دست شما نیست. مثلا مشکل از ISP، مشکل از مخابرات منطقه است، یا مشکل از بودجه سازمانه که سری چیزها نمیتونه تامین بشه، ولی خب همه کلاینت ها از چشم تو میبینن. و اگه کانال منو دنبال بکنید در مورد همه اینا قرار صحبت بکنیم، چجوری این چالش ها رو هموارتر بکنیم. ولی الان بحثمون اینه که با شناخت کامل تا جایی که میتونی کامل وارد اون مسیر شغلی شو و این هم بپذیر که یه سری چیزها هم با تجربه حتما باید به دست بیاری. مورد دوم اینه که خودت و مهارت‌هات رو بشناس، از مشاور حتما کمک بگیر، حتما کمک بگیر. وقتی داری یه جایی کار میکنی اگه به مشکل یا چالشی برمیخوری قطعا مطرح بکن، قطعا یه سریاش قابل حله. با خودت رو راست باش، تعارف نکن. وقتی که وارد یه فیلد میشی، من این اشتباهو کردم. من مثلا موقعی که استخدام شدم، چون همیشه این دید منفی بود که بابا کارمندا کار نمیکنن که فقط حقوق میگیرن، برو کارهای خودت رو اونجا انجام بده، حقوق اونم بگیر. چون اصلا مدلم اونجوری نیست، سیسم اونجوری نیست، به قول اینایی که راحت صحبت میکنن واقعا اونجوری نبودم و میخواستم این تابو رو بشکنم که چرا همه میگن کارمندا نمیتونن کار کنن، یعنی کار نمیکنن. من اون موقع یه دونه تولید محتوا داشتم و 2 جام ترجمه انجام میدادم به صورت مستمر و حقوق دریافت میکردم. من اولین روزی که استخدام شدم به همشون ایمیل زدم که من شرایط کاریم فرق کرد، حالا بعد از اتمام این قرارداد دیگه نمیتونم همکاری کنم. فوری وقتی وارد فیلد میشی همه فیلدهای پشت سرتون از بین نبر. مثلا دیدی وقتی موقع کنکور بود همه کلاس زبان و موسیقی و ورزش و همه رو میذاشتیم کنار، دارم میرم کنکور میدم. تک جانبه نرین جلو، اونا رو هم دستتون نگه دارین. و یه چیز مهمی هم اینه که
وقتی یه جایی کار میکنی ببین که چیزی که تو رو اونجا نگه داشته چیه. یه چیزی باشه که وابسته به همتیمی‌هات و محیط نباشه. یعنی من یه مدت که فکر میکردم به تغییر فیلد، دیدم چیزی که من اونجا نگه داشته یه تیم خیلی خوبی بود که داشتیم و همه همتیمیام حالا خدا رو شکر به خاطر پیشرفت از فیلد خارج شدن، من خیلی بیشتر ضربه خوردم و دیدم که من در واقع موندن این جایگاه هم ناخودآگاه از نظر روانن وابسته کرده بودم به حضور این همکارا و همتیمی های خوبم. متوجه باش که وابسته به اینجور چیزا نباشی، واقعا به خاطر جنس کار، جایگاه شغلیت، موقعیتی که داری، درآمدی که داری به اونجا وابسته به چیزی نباش که ممکنه که تغییر کنه و هیچ چیزی برای خودت بت نکن. همتیمی تو، جایگاه تو، میز تو، اتاق تو بت نکن، خودت باشی و اون ویژگی ها و ارزش هایی که داره اون شغل بهت اضافه میکنه. و یه چیز مهم دیگه ای که هست اگر که از کارمندی داری میای تو فریلنسری، این باشه که همونطور که ما وقتی توی یه سازمان یا شرکتی کار میکنیم تعهد داریم که ساعت فلان اونجا باشم، ساعت فلان میتونم خارج بشم، وقتی 1 ساعت نیستم باید مرخصی بگیرم، وقتی میخوام برم مسافرت مرخصی بگیرم، وقتی میای تو فریلنسری حتما باید این تعهد رو به همین سفتی و سختی در مورد خودت داشته باشی. مثلا اینجوری نباشه که حالا بابا 2 روز بذار بخوابیم، حالا بابا امروز ساعت 10 بیدار شم هیچ اتفاقی نمیفته. چرا؟ اتفاق میفته، یواش یواش اتفاق میفته و میافتی توی لوپ تخریب. یه مورد دیگه هم هست، اینه که اگر که میبینی داری جایی کار میکنی که همه انرژیت فقط سر غر زدن و شکایت کردنه، بشین بنویس و با خودت رو راست باش، ببین که چرا اینجوریه، چرا باید یه جوری زندگی بکنیم که همه تایممون، اکثر تایممون سر این باشه که غر بزنیم و شکایت کنیم. بیا همون انرژی رو بذار توی مسیری که میدونی درسته و بهش علاقه داری، ولی بیگدار به آب نزن، با تحقیق. اصلا ریسک نکن، چون ریسکش خیلی ریسک سختیه. اینو داره کسی میگه که همه میدونن که تصمیمش جدی بود که از اون محیط کاری بیاد بیرون و این مسیر رو تست بکنه و خیلی خوشحالم که این کار رو انجام دادم. اما بهتر این بود که مسیر دومم رو هموارتر میکردم، آماده تر میکردم و میومدم بیرون و اونجا رو انقدر برای خودم دردناک نمیکردم که بیام بیرون. اما به خودم آفرین میگم که کل پلشو نشکستم و با مرخصی بدون حقوق، یعنی با یه ریسک نسبتا کمی اومدم بیرون. امیدوارم این ویدیو براتون مفید بوده باشه. اگر توی این افکار هستید بتونه بهتون کمک کنه. اگر فکر میکنید به کسی کمک میکنه یه جایی توی دنیا، حتما براش ارسال کنید و منتظر قسمت دوم این ویدیو باشید که با یک شخص مطرح توی این فیلد تجربیات رو باهاتون به اشتراک گذاشتیم، حرفای خیلی جالبی گفتیم، خیلی رازهای پشت پرده رو افشا کردیم. حتما با من همراه باشید. لایک و سابسکرایب و کامنت و اشتراک گذاری این ویدیو یادتون نره. دوستتون دارم خیلی زیاد، چون به عشق شماست که این محتواها تولید میشه و خیلی مشتاق هستم که نظرات مثبت، منفی و انتقاداتتون رو بشنوم. شب و روزتون قشنگ. الان فکر میکنم دوباره ساعت 12 شبه. شب و روزتون قشنگ. خدا نگهدار.